چند وقت پیش یه ویدیو از پیکالپ منتشر شد که اینجا دارید میبینیدش. این ویدیو واقعا یوتیوب و اینستاگرام ترکوند، چون میتونستی باهاش ویدیوهای خیلی خفن درست بکنی. این چیزی که اینجا دارید میبینید رو میتونستی درست بکنی و الان من دسترسی پیدا کردم به پیکالپ و قراره بهتون نشون بدم که چجوری میتونید متن رو به ویدیو، تصویر به ویدیو و ویدیو به ویدیو رو انجامش بدید. بریم سراغ پیکالپ ببینیم که چی به چیه. سلام، شما دارید به یه ویدیو دیگه از چنل من یعنی حمید تدیانی نگاه میکنید. توی این ویدیو قرار پیکالپ رو براتون آنباکس بکنم و ببینیم که این ابزار خیلی خفن و قدرتمند چی کار میکنه، چرا اینقدر معروف شده و نسخه یکش اگر دسترسی پیدا بکنید چقدر میتونه براتون خفن باشه. من لینک خود سایت رو هم میذارم توی دیسکریپشن که میتونید اگر دسترسی ندارید توی ثبت نام بکنید. توی 1-2 هفته آینده بهتون دسترسی ها رو میده و میتونید ازش استفاده بکنید. وقتی که دسترسی بهتون بده شما یک ایمیل دریافت میکنید به این شکل که میگه که تبریک میگم بهتون و شما میتونید الان وارد پیکالپ بشید. روی این لینک اگر کلیک بکنید میتونید لاگین بشید با همون ایمیلی که ثبت نام کردید و این صفحه رو میبینید. ولی قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیو میذاریم سریع بهتون خبر بده که ویدیوها رو از دست ندید. حالا بریم سراغ این که ببینیم چه جوری ویدیو درست میکنه و چه کیفیتی رو داره. وقتی که وارد پیکالپ بشید 2 تا بخش اصلی داره این بالا، یکی اکسپلور و یکی مای لایبرری که اینجا دارید میبینید. اکسپلور رو وقتی میزنید همه ویدیوهایی که بقیه درست کردن رو میبینید. مای لایبرری فقط ویدیوهای خودتون رو میبینید که میتونید اینجا بررسیشون بکنید. کیفیت ویدیوها واقعا خوبه اما هنوز جای کار زیاد داره. مثلا این ویدیو با یه پرامپت خیلی کوچیک و کوتاه درست شده و اینجا کیفیتش رو میبینید. یا مثلا این ویدیو رو نگاه بکنید، این بالا گفته که شما ویدیو اینپوتتون، یعنی ویدیو با یک ویدیو اینپوتی بوده، یعنی یک ویدیوی دیگه‌ای بهش داده شده بر اساس اون ساخته شده. این هم میبینید چقدر کیفیت خوبی رو داره و اینم بر اساس یه ویدیو دیگه درست شده که شما میتونید دوباره ازش استفاده بکنید. اگر روی ریترای بزنید این پایین دوباره همین رو اجرا میکنه و اگر ریپرامپت رو بزنید میتونید پرامپت رو ادیت بکنید. اگر ادیت رو هم بزنید کلا میتونید برید اون فایل رو، اون ویدیو رو ادیتش بکنید. ولی کیفیت ها گفتم خیلی خفنه دیگه. اینجا رو نگاه بکنید، واقعا این آب اصلا خیلی عجیب و با کیفیته. از روی یک ویدیو اینو درستش کرده، واقعا خوبه به نظر من. و اینجا هم ببینید این اصلا خودش یه پرامپت بوده، نه ویدیوی اینپوت داشته نه چیزی و واقعا یه انیمیشن خیلی خفن رو ایجاد کرده. حالا به جای تعریف کردن بریم سراغ که خودمون تستش بکنیم ببینیم که چه امکاناتی داره. پس ما میخوایم شروع بکنیم یه چند تا ویدیو و عکس رو تست بکنیم و ببینیم که چی کار میکنیم. من اینجا چون قبلا پرامپت گذاشتم، یکی از مشکلاتش اینه که هر پرامپتی که میزنید باید دوباره اون رو چیز بکنید، ادیتش بکنید، یعنی پاکش بکنید از اینجا و خودش پاک نمیکنه که سریع احتمالاً حل میشه این مشکل. خیلی چیز پیچیده و سختی نیستش. خب ما میتونیم پرامپت های مختلف بدیم. یکی از روش هایی که میتونید پرامپت بدید، مثلا من این پرامپت رو کپی میکنم، اینجا شما پرامپت رو پیست میکنید یا تایپش میکنید هر چیزی که میخواید و میتونید روی دکمه جنریت بزنید. اما چند تا تنظیم دارید. این پایین شما میتونید ایمیج و ویدیو رو انتخاب بکنید که حالا میرسیم بهش. اینجا میتونید ویدیو اسپات رو انتخاب بکنید که مشخص میکنید سایز ویدیوتون چه شکلی باشه، چی باشه و فریم ریتتون چی باشه، که من سریع میگم چون میدونم که همه رو تقریبا بلدید دیگه. یعنی سایز ویدیوها رو خب دیگه نیازی نیست خیلی توضیح بدیم. این برای اینستاگرام مناسبه، این برای یوتیوب مناسبه و جاهای دیگه. روی این گزینه که کلیک بکنید کامرا کنترل میاد که میگید که دوربین چجوری حرکت کنه، مثلا به سمت راست حرکت بکنه یا به بالا حرکت بکنه، روتیت داشته باشه ویدیو، زوم داشته باشه یا نه، زوم آوت مثلا داشته باشه. و اینجا هم میتونید بیاید نگاتیو پرامپت هاتون رو تعریف کنید و تنظیمات دیگه. نگاتیو پرامپت ها پرامپت هایی هستن که شما نمیخواید اونها توی ویدیوتون باشن. وقتی که این کارو بکنید خیلی راحت میتونید روی دکمه جنریت بزنید و براتون شروع میکنه ویدیو رو درست کردن. اما بریم سراغ بقیه موارد که ببینیم بقیه امکاناتش چیه. این درست شد با هم نگاهش میکنیم. اینجا
من یه ویدیو رو انداختم، توی یکی از ویدیوها دیده بودید که شما میتونید لباس آدم‌ها رو عوض بکنید. این یکی از اون امکاناتی هستش که شما میتونید لباس‌ها رو تغییرش بدید و الان این لباسی که اینجا تنه این خانم هست اصلش چیه؟ اصلش این لباسه. خب و شما این لباس رو دارید میبینید و الان من بهش گفتم که لباس رو تغییر بده. برای این کار چی کار باید بکنیم؟ برای این کار این پرامپت قبلی رو پاکش میکنیم. گفتم بهتون یکی از ایرادای فعلیشه. میاید ویدیو رو انتخاب میکنید، مثلا من این ویدیو این خانم رو انتخاب میکنم، بعد میاید مودیفای ریجن رو میزنید، میگه که کجا رو برات ادیت بکنم. من میام میگم بیاید شلوارشون رو این سری ادیت بکنیم، ببینیم چقدر میتونه خوب این کارو بکنه. خب و بلو پنتس رو میزنم و اینجا ادیت میکنم. میتونید یه کار دیگه هم بکنید، اگر روی این بزنید میتونید فایلتون رو سایزش رو هم عوض بکنید، اکسپند بکنید کنارها یا هر جایی رو و من میذارم همون سایز اصلیش اینجا. پس من این رو باید مشخص بکنم، یکیش رو میتونید همزمان انجام بدید، یا میتونید مودیفای ریجن بکنید یا میتونید اکسپند بکنید. تنظیمات انجام شد، کار خاص دیگه هم نمیخوام بکنم و میزنیم روی جنریت ببینیم که چه خروجی به همون میده. این رو هم میذاریم توی صف که کار انجام بشه. تا لودینگ هست کار خاصی نکنیم که کار مشکلی براش پیش نیاد. بعد اینکه لودینگش تموم شد میتونیم این رو ببندیم و الان داره برامون ایجاد میکنه. این همون تایگره هستش که گذاشتیم، همون ببره که اولش گذاشتیم، گفتیم یه تایگری برای ما. چقدر کیفیتش واقعا به نظر من برای نسخه اولیه خیلی خوبه. یعنی این نشون میده که تو آینده واقعا این ابزار میتونه خیلی خفن و عالی کار بکنه. اما امکان متن تصویر رو چیز کردیم، امکان این که یک بخشی از ویدیو رو ادیت بکنیم بهتون نشون دادم. حالا خروجیش رو هم اینجا میبینیم، ببینیم چه جوریه. این که عالی بود به نظر من، اینی که من خودم درست کرده بودم. اما بیاید تصویرها رو ادیت بکنیم. اینجا دوباره این رو پاکش میکنم و میام یک عکس رو انتخاب میکنم، ببینم چیا دارم اینجا که با هم بریم سراغش. اینا که ویدیو هن، اینم ویدیوه. بریم سراغ همین پسره. خب چجوری ادیتش میکنیم؟ من فقط نشونتون میدم که خروجیش رو هم دارم. اینجا میام چی کار میکنیم؟ عکس رو انتخاب کردیم، حالا یه پرامپت می نویسیم A child is talking. خب بعد میاید چی کار میکنید؟ اینجا میتونید سایزها رو تعریف کنید که برای عکس غیر فعاله، نمیتونید سایز بدید، ولی فریم ریت رو میتونید تعریف کنید. ویدیو رو میتونید مشخص بکنید که چه وضعیتی باشه، مثلا روی بالا بره، زوم این بشه به سمت اون تصویر بره، به سمت سوژه بره و روی دکمه جنریت میزنم. این رو هم میذاریم توی پروسه ساخت تا ببینیم چه شکلی شده. و ویدیو هم همین حالت هست. شما کافیه که بیاید اینجا ویدیوتون رو انتخاب بکنید. مثلا من میام این ویدیو رو انتخاب میکنم، بعد میذارم چی بذاریم؟ مثلا کارتون هورس. اوکی، این رو هم بزنیم جنریت بشه. اما بیاید خروجی اینجا رو ببینیم، اصلا کرکوپرتون میریزه. این خروجی هستش که اینجا دارید میبینید و فوق العاده عالیه، فوق العاده عالیه. واقعا کیفیتی که ارائه کرد شلوار اصلا خیلی خوب ادیتش کرد. خب خیلی خوب ادیتش کرد. یا اینجا رو مثلا ببینید، همون لباس قرمزی هستش که بهتون گفتم، فوق العاده خوب ادیتش کرد و به نظر من که کیفیتی که ارائه کرد عالی بود، عالی بود. پس الان میبینیم که چی کار کرد برامون. حالا این دوتا هم خروجیش داره میاد. اما یه توضیح کوتاه بدم تا وقتی که این خروجی ها داره برامون تولید میشه. خلاصه این که ببینید هنوز هم این ابزار مشکلاتی داره، اما هی داره بهتر میشه، هی داره کار باهاش راحت‌تر و با کیفیت بهتری قراره باشه. این نسخه اولیه است، هر روز آپدیت های جدید میاد و من امیدوارم که تو سال 2024 واقعا بتونیم فیلم های خوب و ترتمیز باش درست بکنیم. همین الان هم البته گفتم، مثلا همینجا شما میتونید لباستون رو ادیت بکنید از روی ویدیوتون و کلی هم کیف بکنید باهاش. یا اینجا
هر تغییری آقای سانسور چی میتونه بیاد دیگه سانسور کنه بدون هیچ دردسری، خب میتونه بیاد یه قسمتی از بدن رو بپوشونه. حالا بریم سراغ این، ببینیم که اینجا این چی تولید کرد. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. موهای بچه تکون میخوره. اینجا آیتم های آتیش رو داریم، خود این آتیشه داره حرکت خوبی رو داره. من واقعا لذت بردم، واقعا به نظر من یک تغییر خوب بود. منتظر اینم بمونیم که ببینیم چه جوریه، بعدش دیگه ویدیو رو جمع بکنیم. ولی قبل اینکه این تموم بشه حتما چنل لایک و سابسکرایبش بکنید. این یه ذره فکر کنم یه حالت کارتونی بهش اضافه کرد، ولی خب خیلی کیفیت خوبی رو نداشت، من خیلی راضی نبودم. اما خب توی چیزایی که اینجا میبینیم کارهای بهتری انجام شده. احتمالاً پرامپتتون رو اگر عوض کنید میتونید خروجی های بهتری بگیرید. من فقط برای اینکه ویدیو سریع جمع بشه یه پرامپت خیلی ساده قرارش دادم، ولی اینجا شما میتونید کارهای بهتری هم تحویل بگیرید. ویدیو رو حتما لایک بکنید، حتما کامنت بذارید، سابسکریپشن یادتون نره و از اون ور اون دکمه زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیو میذاریم ببینید. اما بریم سراغ ویدیوهای بعدی. ویدیوهای جذابی رو این هفته براتون دارم. امیدوارم از این ابزار جذاب هم استفاده خوبی رو داشته باشید.